Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. دسته خطلون به مربی ماند شود، یعنی دسته خطلون که در میدان خود بازی خواهد کرد و از جریان بازی وابسته خواهد بود که مربیان چگونه تغییرات را من با شما شناس خواهم کرد. بازی محمد عبدالرحمنوف اینجا اگلکه صداشک داور بلند شد. دوستان ارجمند، بازی آغاز می‌یابد و دفاع پس با خط حمله روان کرده می شود. امکانیت خیلی عالی برای فوتبالبازان دسته روشن، امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه با طرف دروازه شریفوف، ضربه همینجا کرده می شود. این ضربه بود و بعدا یک ضربه دیگر، اما ضربه با طرف دروازه زده می شود. امکانیت خوب و دروازه‌بان یوگنی گریتسنکا دیدند. چنین رقیبان با مبارزه بردن. سر اول با این هجوم متوجه می شویم. محمد شریف سید خوجا این زمان با توپ پاسیو ارسال با کنار میتوان کوشش ضربه زنی هم نمود. ضربه به طرف دروازه و گل. کامیل جان حاتموف، یعنی اینجا بیاید اکنون توجه کنیم به گل. ضربه زده شد، اونقدر ضربه قوی هم نبود ولی رسیش بود. اینجا یک رسیش بود با دفاعگر دسته خطلون که سمت حرکت توپ را تغییر داد. در مرحله سوم چمپیونات مبارزه را ادامه میدهند. اونا معلوم است. ایمانوئل واننگو این زمان با توپ، ضربه به طرف دروازه و گل. جاش گرفته بود و اکنون ایمانوئل واننگو با گل متوجه میشویم. آفساید نبود، اما از روی قانون قاعده فوتبالی زده شد. ضربه با کنج نزدیک دروازه روان گردید. هرچند میگویند که باید دروازه‌بان کنج خوش وقت میرفت. ضربه به طرف دروازه، هیچ کس به توپ رسیدن نتوانست. برآمد خود را ادامه خواهد داد. اینجا توپ را بوی نوبتی متوجه میشویم با این هجوم. کامیل جان حاتموف پاس خیلی عالی و اکبر توراєв کنی ضربه، انا ضربه و انا گل. خیلی خوب همین حالت را اداره بنماید. مشاهده کنید. دروازه‌بان را هم فریب داد، دفاعگر را هم فریب داد و با توپ قرار دارد. ارسالیو امیرجان سفروف اولین این وضعیت را برطرف کرد و همین طور دوستان ارجمند داور صداشک خود را بالا میگرداند. بازی اولی مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان به انجام رسد. زیبا خیلی عالی غلبه کرد دسته روشن.